سلام. موشکاف امشب میخواد به سبک خبر تو خبر داشته باشه برای تو از وضعیت خرطوخر نظام علیگدا که زیر تیغ تحریم و مصیبت‌های پیش رو حسابی گیر کرده و روز به روز آشولاشتر میشه. باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر انگلیس گفت شانس دستیابی به توافق دیپلماتیک با ایران احتمالاً کمتر از 50% است. کامرون هم گفت ما باید ایران را از سلاح اتمی دور نگه داریم. ساعتی پس از آنکه باراک اوباما از مخالفت با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران سخن گفت، هم حزبی وی در سنا گفت طرح تشدید فشارها بر ایران را پیش می‌برد. رابرت منندز نماینده ارشد دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی سنا افزود در رابطه با مسئله تحریم‌ها دچار اختلاف نظر اساسی با کاخ سفید است. اینطور که پیداست سنبه خیلی پرزور شده، یعنی کار دیگه از جاهای باریک گذشته و اساسی بیخ پیدا کرده. هرچی خاک تو ساعت شنی عظما بود سر و ته شده و حالا باید علیگدا همه این خاکا رو بریزه تو فرق سر خودش و تیم مذاکره کنندش. روند مذاکرات بسیار جدیه، بحث‌های ما بسیار در واقع ریز و کاری هست و همه موضوعات رو داریم بحث می‌کنیم. همونطور که عرض کردم نیاز به یک اراده سیاسی هست که ما از این مرحله عبور بکنیم و وارد این مرحله جدیدی بشیم. نظر من کاملا چنین چیزی ممکنه. کدوم اراده؟ اصلا کو اراده؟ مگه واسه این علیگدا اراده‌ای باقی مونده؟ ریششو دل واپسا میکشن، دنبشو دلاراما، امامشو این میکشه، گوششو اون یکی. داغونه جون شما. در این دیدار همچنین تحولات منطقه به ویژه سوریه، لبنان و عراق و نقش ایران در برقراری ثبات و آرامش منطقه مورد گفتگو قرار گرفت. هیچی دیگه، یعنی جام زهرای بعدی رم تیار کردن ها. خب اینجوری که خیلی سیته که، یعنی راه پس و پیش که چه عرض کنم، علیگدا نای نفس کشیدنم براش نمونده. یکی از گزینه‌ها طرح منندز و مارک کرک است که در صورت عدم توافق نهایی بلافاصله تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصویب شود. این طرح به نوعی همان مکانیزم ماشه است. اگر این مکانیزم در نظر گرفته شود، لایه پنهانی از سیاست آنها در قبال ایران معلوم می شود. چی شد؟ گفت ماشه؟ آقا عجب سیگنالایی میدن اینا. تیغ و تناب کم بود، ماشه هم بهش اضافه شد. منظر دوم رو در حقیقت میتوان همون سیاست تهدید و تطمیع در نظر گرفت که آمریکایی ها همیشه در سیاست خارجیشون این رو دنبال میکردن و از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف مشوقه هایی رو مطرح میکنن. از یک طرف آقای اوباما بر ضرورت رسیدن به توافق بحث میکنه و از طرف دیگر کنگره هم در حقیقت علامت هایی رو نشان میده که در صورت عدم توافق ممکنه تحریم ها رو به نوعی تشدید بکنه. بنابراین میتوان از این منظر مباحث بین کنگره آمریکا و همینطور آقای اوباما رو نوعی در حقیقت مثل دو لبه قیچی تعریف کرد برای قطع کردن یک هدف. قضیه خیلی خشن شد. بعد از 1 سال مذاکره و اعتدال و نرمش حالا رسیدن به تیغ و قیچی و ماشه. تمومه دیگه. به قول قدیمی ها تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ترمز دستی رو بکش علیگدا، بکش که ایستگاه آخره.